سلام دوستان، خوش به ویدیو چنل بسیار. آقا امروز اومدیم که یک آنباکس از فیگورهای عزیز من داشته باشیم. بله، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بریم که با هم داشته باشیم یک فیگور خیلی خفن، اصلا آنباکس طلایی بنازم اصلا. بریم اصلا لیتس گو. خب آقا دوستان، فیگور چی هستش؟ فیگور اصلا تو ویدیو قبلی ما داشتیم دیگه، چون ویدیو قبلی خیلی خوب بازدید خورد و کامنت خورد و اصلا این چیزا، ما تصمیم گرفتیم که پارت 2 این ویدیو رو هم بذاریم و خب اینا همه در یک بخش به نام آنباکسینگ در چنل من قرار میگیره. شما راحت و کامنت برید تمام آنباکس من از قدیم تا الان ببینید که خب فیگور نبوده، من جدا فیگور میذارم و آره بدون معطلی ببینیم فیگور چیه. فیگوره رونو و زورو، آره اصلا چپ و راست ببینید، جعبه بنفش رو خودش هم که عکس فیگوره آقای رونو و زورو. بله اصلا دیگه باید بوسید اینو. آره توش خالیه بچه ها، چون فیگورای من همش داخل طبقاتمه و آره جعبهاشو میارم که یا این جعبه شه دیگه. خلاصه خب بچه داخل جعبه چیا هستش؟ داخل جعبه بودو بکنم عقب. آره داخل جعبه، خب داخل جعبه سرسا خالیه، این سری پلاستیکه که اینا آقای فروشنده برای اطمینان گذاشته که فیگور سالم برسه به دست من. چون من تنها فیگوری که از طریق پست مثلا دارت پست اینا اسنپ گرفتم هم یه دونه بود. آره فیگور زورو، این نه پلاستیک گذاشته توش که به جای امنیت فیگور برقرار باشه. ولی خب بذار براتون فیگور رو نمایان کنم. فیگور داخل این جعبه نیست، فیگور طبقه من یه دست اپ. خب بچه آقا فیگور پر دیتیل و خفن و گلدن زورو، ببینید دیگه جزئیاتش کارش اصلا، شما جزئیات کار رو ببین. این قدمت، این قدرت، این عظیم بودن اصلا میبینی شما. کارو بگیر دیگه روی استند سنگونه، این حاله بنفش که از شمشیرش در واقع در اومده، برای کلن یک ابرقدرت بنفش داره نشون. این کل فیگوری که ما الان در اختیار داریم. ولی خب سدیکه جدا میشه کلا از خود فیگور، بدنه، کاتانا و سر، که برای تعویض دیگه ما یک بدنه دیگه و یک کاتانای دیگه و یک سر دیگه هم داریم که الان براتون روی استند میذارم و ببینید. کلا لنگ و این چیزاش کلا موندگار روی استندش. آره اینجوری انگاره که مثلا گوجو ساتورو فصل 3 اینجوریه. آره شاید، نمیدونم. این کنار گذاشته میشه و بدنه بعدی با کله بند با سربندشون هست که البته جدا میشه ولی سرش جدا میشه. من کلا میدونی هم با موشو دوست دارم هم سربندشو دوست دارم. خیلی کلا کاراکتر خفن و با ابهت و اصلا آره چیزیه زورو. و کاتانه که کلا آغشته به ابرقدرت بنفشه، میبینید دیگه خیلی خفن خوده. این هم که نصب میکنیم روی دست آقای رونو و زورو، اینجوری قرار میگیره. این دستش بچه ها قرار میگیره پشت کاتانایی که در واقع شما اینجا میخوای یه جایی استفاده بکنید. من این بدن رو کلا استفاده نمی کنم، یعنی هیچ زیادی بهم نمیده، زیاد خفنش نمیکنه. فقط ببینید دستش پشت کاتاناست و یک شمشیر خفن داره که بچه واقعا دوتا شمشیراش خفنه، دوتا کاتاناش، هم این خیلی خفنه هم این. ببینید همه جاش پر از ابرقدرت بنفشه. و خب این الان فیگوری که شما دستم میبینید، من اینو یک بارم استفاده نمی کنم چون یه ذره زیادی لخته و زیادی انگار کمه، ولی اون یکی خیلی لامسته. ولی میتونم سرش کلا عوض کنم، سرش فرقی نداره. بذار الان اوکیش میکنم براتون دوستان عزیز. حتی میتونم این شمشیر رو هم برای این دست بذارم، مثلا هیچ ربطی نداره.
خوشبختانه یه دونه از خوبی‌های فیگورهای جعبه دار کلن با هزینه‌های بالا اینه که دیگه فروشنده کارشونو بلدن دیگه. الان من میتونم اینو کامل بزنم اینجا، میبینید دیگه شمشیرشو عوض کردم براتون دوستان هست. این از شمشیر. حالا ما میتونیم چه سر ایشونو بذاریم این رو و در این قضیه اینجوری میشه. آره خیلی جزئیاتی و گوگلی و بچه اینم پشتش، حالا پشتش کلا پر عضله است بنده خدا. آره این مدلش زیادی لخت میشه، وقتی من زیاد استفادهش نمی‌کنم و به نظر من این یه ذره میدونی چیز میذاش بیشتره و فیگور شلوغ‌تر میکنه. کلا فیگور هرچی شلوغ‌تر بهتر و زیباتر و خفن‌تر. به دلیل همین ما اینو زیاد استفاده نمی‌کنیم. الان اگه بخوام یه کلی بگم بچه‌های عزیز، ما اینو می‌ذاریم اینجا و خب من می‌خوام کلا براتون دیفرنت عمل کنم دوستان. این چیزی که ما میتونیم در مقابل داشته باشیم، میبینید دیگه خدایی اصلا کلش عوض کردم، مثلا زیبایی کار رو شما ببین دیگه. ولی خب بچه ما میتونیم، البته میدونی زورو کلن چیه بگو 3 تا شمشیر داره، ولی خب یه سری از عکساش هست که اونم کلا شمشیر زیاده و ما میتونیم این شمشیرش رو به صورت خیلی زیرمیزی بکنیم این تو. من امتحان کردم یه بار دوستان، میبینی دو شمشیره شد. اصلا کار بالا دیگه. چی میخوای اصلا دیگه از یه فیگور چی میخوای خدا بکنه؟ همه چی اصلا خفنه لامصب. ولی خب میگم چون دوتا کاتاناش اینجاست و اینجا یه دونه جا کاتانا وجود داره، ترجیح میدم که همون یه دونه رو بذارم و خب این دوتا یه جوری زیادی شلوغ میشه. مهم نیست اگه قرار خوشگلش کنه. من خب با این یه دونه زیاد حال نمی‌کنم و خب قطعاً کله با موش رو ترجیح میدم، چون خدای این قشنگ‌تر و مثلا یه چیز خسته‌ای داره بچه، یه فیس خسته‌ای داره اون کله‌اش. بچه‌های عزیز اینم از اتمامی فیگورم. می‌بینید دیگه این تهش 2 تا شمشیرم زدم تو پروالش. آره خلاصه این 2 تا فیگور که در واقع می‌بینید این فیگور جاش اینجاست. البته نمی‌دونید من الان کامل رو کیش کنم، این فیگور جاش اینجاست با 2 تا شمشیر. یه ذره عجیب شاید به نظر بیاد ولی خب باحال هم میشه. بله اگر که به موضوعات فیگور علاقه دارید کامنت ها رو برید بالا، لایک ها رو بهتر کنید و ساب کنید دوستان. اگر به ویدیو به چنل علاقه دارید بگید که پارت بعدی و لوفی بریم دوستان، لوفی بریم یا هر چیزی که هرچی خفن تر بخواید منم خفن ترینشو میذارم. و خب لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه دوستان. دمتون گرم که ما همراه بودید. گودبای.